برای مردم چای میدادیم. اینجا یک نفر از امی آرامزادا را بر بگوییم که بیادر سلاح چی دریشی سارندوی در جانش بود، فقط یک خلطه نان هم در دستش بود. اینجا که آمدم خلطه نان خود در میدان دروازه سخی ماند. یک دم اونجا یک سرباز بود به نام رزاق بیچاره، اونمو را سر ضربه کرد انداختشه. بعد داخل سخی فقط هم تو ضربه کرد رفت و تا 2 ساعت تقریبا دوام کرد که هیچ کس از این نیروهای امنیتی و یا هیچ کس نرسید. می بچهای محل کلشان که سلاح داشتن کج درگیر شدن تا زمان قطعه واکمنش سریع آمد و اینمی یک 20 دقیقه میشده که توقف. تعداد شهیدا از 50 نفر تا امیال نمونه داخل سخی برین سعی کنید که یک رنگ شهیدا را میکشن. امروز شهید از کلش دیگه زخمی نیستن. برگر جور میکنم اونجا همین دفعتا یک نفر آمد کالای نظامی در جانش بود، عسکری دیگه سر عسکر فرق کرد. عسکر که زد اما تو ما شیشتیم جای به جای دم پشت اوترنگ شیشتیم. پس خواستیم که نفر نیست داخل رفته. ما پس ایسون آمدیم ولی که آمدیم پس که داخل که رفت سر صدای مرمی زیاد شد.